توی ویدیو امروز قراره زیبای خوبتر و زیباترش برای این کار به یه مقداری پنبه و آب نمک نیاز داریم و همچنین یه دونه باتری موتور و یه مقداری سیم برق و در پایان یه طرح یا برچسب که طرحش رو از قبل آماده کردیم. ما قرار امروز این طرح تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده رو این قسمت از اگزوز موتورمون حکاکی کنیم. خوبه، خدایش جالب. اول بذارین یه توضیح بدم برای بچه‌ای که اولین بار دارن کانال ما رو میبینن. این موتور که میبینید با این شکل و وضعیت در اومده توی این تامل اومدیم کامل سفیدش کردیم. بعد توی قسمت دیگه توی این تامل اومدیم اینجوری رنگارنگش کردیم. اگه تا الان این دو قسمت رو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما تماشا کنید. واقعا اگزوز موتور رو اول میشوریمش با آب که بعد برسیم سر کار اصلیمون که قراره تیم ویدیو انجام بدیم. اگه اولین بار ما رو میبینید این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره، دکمه زنگوله هم حتما بزنید. آب میریزیم میذاریم یکم خوب خیس بخوره دیگه، به راحتی وقتی خیس خورد پاک میشه. این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید که بهتون بگم این کاری که قراره امروز انجام بدین برای موتورتون ضرر داره یا نداره. توی این مرحله این برچسبی که حالا هر طرحی که شما خودت دوست داشتی میتونی بری فروشگاهایی که تابلو سازی و برچسب و اینا میزنن بدی همونو برات آماده کنه برای این کاری که داریم انجام میدیم. این برچسب رو خیلی آروم از روی این کاغذ زیریش جدا میکنیم. حالا اینو آروم میچسبونیم اونجایی که میخوایم. حالا این کاور روشو جدا میکنیم. اینجا بزنیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. ما این حرکت رو میتونیم روی تمام قسمتایی که آبکاری شده انجام بدیم، مثل همین اگزوز، جلگیر جلو، جلگیر عقب و خلاصه هر جایی که آبکاری شده. بریم سراغ مرحله بعدی. خب توی این مرحله باید بریم سراغ رنگ اسپری. قبل از اینکه رنگ رو اسپری کنیم بچه‌ها باید اطراف این کارمونو با سفره یه بار مصرف یا روزنامه، کاغذ، هر چی که میتونین بپوشونین که رنگ بقیه جاها پخش نشه. حالا روی همین قسمت کامل رنگ اسپری بزنین. فرقی هم نمیکنه چه رنگی باشه، هر رنگی، قرمز، سبز، زرد، آبی، مشکی. حالا یه نیم ساعتی صبر میکنیم تا این رنگی که الان زدیم قشنگ خشک بشه. چته؟ هیچ. ها؟ هیچ. پشیمونی؟ از چی؟ از ازدواج با من. سب فکر میکردی یه نفر یه شاهزاده با اسب سفید میاد. سلام، اومدم شاهزاده با اسب سفید شب. بعد الان میبینی یه نفر با موتور سفید اومده. خدایش موتور ما سفید بهتر از اسب سفید نی؟ چرا؟ خیلی قشنگه. خیلی بهتر. یه چایی بزنیم به سلامتی. این خود دل است. بعد از این که رنگ کاملا خشک شد بردارید با یه چیز نوکتیز مثل چاقو یا هر چیزی برچسبی رو که قبلا زده بودین خیلی آروم آروم جدا کنید. رسیدیم به سرش. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. این هم سرش، این هم آخرین حرف. بچه‌ها نگاه کنه این رنگ یه مقدار خیس بود، بعضی جاهاش کنده شده. خب مثل اینجا اینا رو یه مقدار رنگ بزنین روش که موقعی که حکاکی میکنیم اینا خراب نشه. هرچی کار ظریفتر باشه قشنگتر میشه. برای شروع حکاکی به یه دونه باتری 12 ولت موتور نیاز داریم که اگه باتری موتورتون سالم بود که میتونه استفاده کنید، ولی اگه باتری موتورتون سالم نبود مثل باتری زیبای خفته
میتونید از یه دونه آداپتور 12 ولت استفاده کنید. 12 ولت 2 آمپر 3 آمپر. میایم یه تیکه سیم از اینا، سیم رو کامل لخت کنین اینجوری، بپیچینش دور اگزوز خیلی محکم که قشنگ باشه، اتصال خیلی خوبی داشته باشه. 2 تا سیم بلند به باتریتون وصل کنین، سیم مثبتش رو وصل کنید به این سیمی که وصلش کردین به بدنه اگزوز. سر سیم منفی رو بچه‌ها بعد از اینکه لختش کردین اینجوری بپیچین دور پنبه. بعد یه مقدار آب بیارید داخلش رو نمک میریزید. این نمک میریزید داخلش حسابی خوب، یا آب نمک غلیظ درست کنید. بعد این سر پنبه رو میزنید داخل آب نمک و شروع میکنید روی همین جاهایی که برچسب بوده و برچسبش کردیم آروم میزنیم. حالا ما چون باتریمون خرابه همین کار رو با آداپتور انجام میدیم. سر مثبت وصل میشه به بدنه، این سر پنبه رو وصل کنیم به قسمت منفی آداپتور. بچه‌ها تاکید میکنم آداپتور 12 نری مستقیم وصل کنی به برق 220، خودت تو ساختمون و همه رو به فنا بدی. آداپتور 12 ولت اینجا رو داشته باش. آداپتور 12 ولت یه سر منفیش به پنبه آب نمک، اوکی، سر مثبتش هم به بدنه اگزوز. یه جلو بزنید روی همین جایی که برچسبا رو کندین. بچه‌ها من برای که کار سریعتر انجام بشه این اتصالی که اینجا بود یه مقداری فاصلش دور بود چون با برق آداپتور داریم انجام میدیم. اینو قشنگ میذارمش اینجا، یا نزدیک بگیر. ببینید خیلی سریع شروع میکنه به واکنش. واکن. شما این کار رو باید همینجوری انجام بدید کم کم که تمام اون لعاب روی اگزوز که بود همش کم کم خورده بشه. میبینید الان اینجا داره لعاب روش پاک میشه. قبل از اینکه بریم سراغ مرحله آخر بذارین از معایب و محاسن این کاری که امروز انجام دادیم براتون بگم. از محاسنش و خوبیاش و مزایاش اینه که شما موتورتون با این کار زیباتر میشه، خاص میشه، بین موتور دوست و رفیقاتون تک میشه، میتونین راحت پوزشو بدین. ولی از معایبش بچه‌ها موقعی که دارین این کار الکتریکی روشو انجام میدین باید خیلی دقت کنین. اگر این زدگی‌های کوچیک داشته باشه یه مقدار کارتون زشت میشه. اینجا باید یه مقدار بیشتر دقت کنین. و نکته مهمتر، هرچی کار الکتریکی یا برداشتن اون لعاب روی اگزوز بیشتر انجام بدین این گودیش بیشتر میشه، بیشتر تو چشم میاد. ولی اگر بیش از حد انجام بدین کلا لعاب روی اگزوز برداشته میشه و به آهن میرسه، اونجا دیگه کار خراب میشه. زمانی که آب روش بریزه به مرور زنگ میزنه. پس باید حواستون باشه که به اون آهنه که زیر این لعاب هست نرسه. خب بریم که دیگه اینا رو بکنیم. این رنگ قرمزی هم که اینجا زدیم پاک کنیم ببینیم کلا چه اتفاقی اینجا افتاده. بچه‌ها این رنگی که اینجا زدیم با بنزین یا تینر راحت پاک میشه. زمانی که رنگ پاک شد اون طرحی که حکاکی کردیم قشنگ خودش نمایان میشه. ولی قبل از اینکه بریم این کارو انجام بدیم دوست دارم اینو از شما بپرسم، اگه این موتور شما بود و قرار بود یه چیزی اینجا حکاکی کنین، شما به جای جمله تو نمیدونید چه بلایی سر ما اومده چی مینوشتین؟ مثلا من خودم قبل از این جمله نظرم این بود که بنویسم ناله کن.
ببینید بچه‌ها قشنگ یه گودی کوچیک اینجا درست شده. حالا این اگزوز من چون خیلی قدیمی و درب و داغونه اونجوری که باید خیلی خوشگل اینا در نیومده. ببینید اگر یه اگزوز ترتمیزتر باشه طرحش خیلی بچه‌ها قشنگ میشه. ما داریم زحمت میکشیم. یه دونه لایک، یه دونه کامنت. اگه اولین بار ما رو میبینید حتما سابسکرایب کنید. دکمه زنگولند که اصلا از واجبات. فکر کن اگه این اگزوز نو بود سفید براق بود چه خوشگل میشد. حیف که این خطوط زدگی سیاه روش مونده. اگه دوست داشتین حتما لایک کنین، یادتون نره سابسکرایب و زنگولم بزنین. تو کامنت ها هم نظرتون راجع به این کار، معایب و محاسنش حتما بنویسید.